یوگا چطوری برابچ الکس هستم. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه. آقا امروز اومدم امروز ویدیو گیمینگ نیست، ویدیو متفاوته. امروز اومدم باهاتون یه صحبتی رو بکنم. برابچ واقعا دم همگیتون اول از همه گرم. بعد حدود 3 یا 4 سال من یوتیوبم شد 1000 تایی شد 1000 کی یکی شد. دم تک تکتون گرم، واقعا ممنونم ازتون. و اینکه یه روزی میشه که لوح 100 کیمون میاد اینجا، میاد این بالا و حس خیلی خوبیه و من اصلا باورم نمیشد که من یه روزی 1000 تایی بشم. امیدوارم کسایی که هنوز 1000 تایی نشدن این حس 1000 تایی شدنشون بهشون برسه. نمیدونم کامل چجوری کامل توضیح بدم. یعنی حس خیلی قشنگه بچه‌ها. اگه که واقعا 1000 تا سابسکرایبر شدی واقعا خیلی حس قشنگیه، اینو جدی دارم بهت میگم. برای بچه اول از همه اومدم باهاتون در مورد موضوع صحبت بکنم که من قراره ولاگام بیشتر بشه، اما شرطش اینه که اگه ویدیوی خوب بخوره، ویدیویی مثلا قسمت اروپایی اومدیم، کاراتا پورت، آکاسیا و خیلی هم چند تا ولاگ داشتم من و که دقیقا یادم نمیاد، ولی این دوتا تا جایی که میدونم پر ویو بود و بکنم فستیوال رنگی هم داشتم، یه شبی در استانبول هم داشتم، اونم خیلی قشنگ بود، خیلی قدیمی بود. اون موقع کرونا چیز میزا بود. بله نمیتونم در مورد ایستی از مرپرسی بود، مریضی بگم در جا دکمه ویدیومو میزنم. در صورت دارم تمام تلاشمو میکنم که براتون کلن بتونم ولاگ بگیرم، چون میدونم که واقعا ولاگو خیلی دوست دارم. کلا همین که ولاگا رو کلا دوست دارم، یعنی علاقه خیلی زیادی دارم که مثلا بریم توی مالها شاپینگ مالا یا بریم درس فروشگاه‌ها دیگه، بریم مثلا پاساژور رو با هم بریم ببینیم. من موضوع رو خیلی دوست دارم و علاوه خصوص از وقتی که اومدم ایران، یعنی دوست دارم که این کارو انجام بدم. یعنی از وقتی که من اومدم ایران مشکلاتم خیلی زیاد شد بچه‌ها، یعنی واقعا خیلی دارم سختی میکشم، خیلی سری کارام خیلی سخته و اینکه مشکل اینترنت خیلی دارم. بخاطر همین از شمال اومدم تهران، دارم الان زندگی میکنم و اینکه همین الان داشتم که دارم واقعا ویدیو رکورد میکنم OBS دهن منو سرویس کرد، خیلی عذرخواهی میکنم، دهن منو سرویس کرد و واقعا صافمون میگه. بچه‌ها من تمام تلاشمو دارم میکنم که ویدیوهای ولاگمو دوتایی بکنم، اما شرطش هم همون که گفتم ویوهاش زیاد باشه. اگه که ویوهاش زیاد باشه 100% در هفته 2 تا ولاگ داریم و یه واکثرو گیم ها یا بازی، از فرق نمیکنه هر گیمی باشه. تمام تلاشمو میکنم. الان چند تا واکثروامو مونده، بندی مونده و شاید تو الان شما دارین این ویدیو رو میبینید چند تا از قسمت بندی رو شاید شما دیده باشید و تموم شده باشه شاید، چون من الان توی شب یلداست دارم ویدیو میگیرم. شاید یلدا نزدیک به سال 2025 هستیم. خلاصه که دم همگیتون گرم. روزی هم بازم میگم لوح 100 کی من میاد اینجا یا همون ترکیه. دور میرم وقتی هم که رفتم ترکیه حتما استریمامو دوباره شروع میکنم، با استریمای خفن بریم جلو. خیلی حس خوبی دارم. یه روزی به اون قشنگ آدم وقتی تصور میکنه اصلا خیلی حس قشنگیه و اینکه میرسیم کافی که بخواید و برسیم. مثل که تا اینجا ویدیو تماشا کردید لایک و سابسکرایب برای بچه فراموش نشه. زبونم میره که بچه 4 صبح من میدونی از ساعت 2 صبح دارم ویدیو میگیرم. شاید باورت نشه ولی دارم ویدیو میگیرم 2 صبح. مثل که تا اینجا ویدیو تماشا کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعد. پیس.